امروز عاشورا و اینجا توی سرکان شهر عاشقان ابی عبدالله الحسین. اینجا روز عاشورا مردم حسین دوست و عباس دوست توی سرکان رو میبینید که در عزاداری ابو عبدالله الحسین شرکت میکنند و اینجا شهر عاشقان و عارفان، اینجا دیار زنان و مردانی است که دل در گرو عشقی چون عباس علی نهادند. حسین آینه تمام نمای خداوند است و من همه عمر تا کنون کوشیدم که آینه حسین بشم. از خودم هیچ نداشته باشم، از خودم خالی شوم و سرشار از حسین، از خودم تهی شوم و لبریز از حسین، فدایی حسین شوم، فنا در حسین و آنچنان شوم که در آینه نیز جز تصویر حسین نبینم. همه ادب عباس در همه عمر این بوده است که خواسته نگفته حسین را بشناسد و در اجرا و اجابتش سر بسپارد. امروز اما حسین خواسته‌اش را آن هم با لحن خواهش و خضوع به زبان آورده است. پس برای عباس این فقط یک مشک آب نیست، قیمتی ترین محموله عالم است. این فقط یک مشک آب نیست، رسالت تاریخی عباس است. در آینه این آب پدرش علی نشسته است، مادرش ام البنین رخ نموده است، زهرای مرضیه تجلی کرده است. همه پیامبران اکنون در کربلا صف کشیدند و بی‌تاب تشنگی فرزندان محمدند. چشم آدم ابوالبشر خیره به این مشک است، نگاه نوح نگران این مشک است. اجر رسالت محمد و مودت ذوالقربای او متجلی در این مشک است و عباس اگر شده با فدیه جانش این آب را برساند، کار دیگری در این جهان ندارد. اکنون تیر از همه سو باریدن گرفته است، اما عباس با حایل کردن جوارح خود از کتف، بازو، پا، پهلو و پشت تیرها را به جان می‌خرد و مشک را همچنان در امان نگه می‌دارد و بر بالهای قلب خویش آن را پیش می‌برد. 10 تیر بر بدن عباس نشسته است و خون چون زرهی سرخ تمام بدنش را پوشانده است، اما عباس انگار هیچ زخمی را بر بدن خویش احساس نمی کند، چرا که مشک همچنان. اما نه، ناگهان تیری بر قلب مشک می نشیند و جگر عباس را به آتش می کشد. تیر بر مشک نه، که بر قلب امید عباس می نشیند و عباس در خود فرو می شکند و مچاله می شود و دشمن به روشنی می فهمد که عباس دیگر توانی برای جنگیدن و دلیلی برای زنده ماندن ندارد. میدانم که با رفتنم پشت تو خواهد شکست. از این پس تو با پشت خمیده چه می کنی؟ حسین جان، یک عمر در آرزوی رسیدن به کربلا زیستم. یک عمر به عشق نینوا تمرین سقاییت کردم. یک عمر به شوق عاشورا شمشیر زدم. یک عمر همه حواسم به این بود که نقش عاشقی را درست ایفا کنم و به آداب عاشقی مؤدب باشم. اما درست در اوج حادثه شاخسار دستانم از درخت بدن فرو ریخت. مشک امیدم دریده شد. آب آرزوهایم هدر رفت. درست در لحظه‌ای که میبایست هستیم را در دستهایم بریزم و از معشوق خودم دفاع کنم، دستهایم از کار افتاد. من شعله متراکمی بودم که میتوانستم تمام جبهه دشمن را به آتش بکشم و خاکستر کنم، اما در نطفه اتفاق شکستم و در عنفوان اشتعال فرو نشستم. حسین جان، مرا ببخش که نشد برایت بجنگم و از حریم آسمانیت دفاع کنم. این آخرین ضربه دشمن است که پیش می آید و مرا
از شرمساری کودکانت میرهاند. لبخند خدا در پی لبخند حسین است، پس باش پی آنچه خوشایند حسین است. تعبیر من از عشق همان بود که گفتم، در بند کسی باش که در بند حسین است. عاشورا معنی آزادگی، معنی دلدادگی، معنی شجاعت، شهامت، ایثار و فداکاری و وفاداری است. عاشورا معنی و ظهور همه خوبی هاست. عاشورا یعنی همه خوبی در مقابل همه بدی، همه شر در مقابل همه خیر. من از حسین باده نوشم و آبرو نمی فروشم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شبیست که جانها همه پروانه اوست؟ السلام علیک یا ابا عبدالله، لبیک یا حسین، یعنی دروغ نگویید. عباسم گر بمانم به حرم پس که تو را جمع کنم، گر بمانم به برد پس حرمم را چه کنم. محرمم خیمه من پر شده از نامحرم، برادرم گر به غارت برود زیور زنها چه کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هل من ناصر ینصرنی، کیست مرا یاری کنم؟ تا روز شهادت حسین ابن علی و یاران با وفایش را خدمت همه همشهریان عزیز تسلیت عرض میکنم. یه خواهشی از همه عزادارای امام حسین دارم، اینه که به هیچ وجه آشغال لیوانه چی رو زمین نریزید. بعدی که مثلا عزاداران امام حسین میان یه منطقه دارن عزاداری میکنن، زیر پاش آشغال باشه. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. زینب من مدافع حرم باش، زینب من مدافع حرم باش، محافظ چادر دخترم باش. منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین، مرغ دل ما زند پر به هوای حسین. از رخت مست غرورم میکنی، از مراد خیش دورم میکنی. پیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. یا حسین ای شیر بیشه آزادی، یا حسین ای شیر بیشه آزادی، قهرمان سالار مکتب آزادی. این حسین کیست یا عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا میگذرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می‌نگرم جلوه شاهانه اوست. هل من ناصر ینصرنی، کیست که مرا یاری کند؟ بی نظیر است حسان سفره احسان حسین، که به خانه کرمش این همه مهمان دارد. نه محرم نه سفر بلکه همه دوره سال باید این بیت بخوانیم که یادآور توست. این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست؟ حسینیه محله باغبان توچرکان 35 ساله 40 ساله ای ادامه داره با یه عزاداری امام حسین. الهی که عزاداری های آقا ابو عبدالله حسین قبول درگاه حق باشه. انشالله خدا از شما به نیکی قبول کنه. انشالله چیزی که بغض آدم میگیره، چیزی که گلوی آدم میگیره، یاد عزیزایی که از این جمع درگذشتن، یاد عزیزایی که نیستن در بینمون. ایام عاشورای حسینی هستش. مردم عزیز به عشق امام حسین، به یاد روز عاشورا، ظهر عاشورا و طفلان عطشان حسین امروز
عزاداری به پا کردند. جنازن به عاشقی که سرش بر فراز نی سردار سربریده سرها نوشتن. ما هیچی نمی‌کنه امام حسین، فقط عاقبت خیری تمام جوونا، سرسامونی تمام گرفتارا، شفای تمام مریضا. آقا امام حسین علیه السلام مسیر هدایته، یه کشتی نجاته برای تمامی انسان‌ها و آزادگان عالم. آن کشته که بردند به یغما کفنش را، تیر از پی تیر آمد و پوشان بدنش را. خون از مژه میریخت به تشییع غریبش، آن نیزه که میبرد سر بی کفنش را. از این پس چه آسوده میخوابند آن چشمها که از صلابت حضور تو خواب نداشتند و آنها که در سایه سار امن حضورت به خواب میرفتند. از این پس در حسرت یک خواب آرام میسوزند. حسین هنوز چند گام مانده به عباس از اسب فرود می آید و تتمه توان و باقی رمقش را در زانوان لرزانش می ریزد که تا رسیدن به عباس همراهیش کنند و همراهیش می کنند. درست تا همانجا که او ایستادن و ایستاده ماندن را ضروری می شمرد. درست تا آستانه پیکر عباس. در این نقطه او ایستادن را نمی خواهد حتی اگر بتواند. اینجا که عباس به خاک و خون نشسته است، حسین ایستاده ماندن را خلاف اخوت و مروت می شمرد. اگرچه عباس خود برای ایستاده ماندن حسین به خاک و خون نشسته باشد. اکنون و اینجا قریب ترین زمان و مکان عالم امکان است. آنچه اکنون و اینجا می گذرد در تاریخ هستی سابقه و مثل و بدیل ندارد و از این پس نیز مادر گیتی محال است که شبیه این حادثه را به دنیا بیاورد. اکنون اینجا ملتقای خورشید و ماه است. نقطه است از زمان و مکان که خورشید و ماه به هم میرسند. اینجا و اکنون همان آنی است، همان زمان و مکانی است که منظومه شمسی در هم میپیچد، از قواعد عادت و روال میگریزد و دست به دامان محال میآویزد. قرار و قاعده عالم به تلاقی خورشید و ماه نبوده است و نیست. آنچه پیش روست خلاف قاعده عالم است، اما خلاف قرار نیست. قرار عالم اکنون با تلاقی این دو نگاه خورشید و ماه به دست می آید. اینک هستی در ملتقای این دو نگاه در دیدار خورشید و ماه آرام و قرار می گیرد. اکنون همه ثوابت و سیارات و همه منظومه ها و کهکشان ها بر مدار این دیدار می گردد، حول این کعبه کائنات طواف می کند. یادمون باشه باید حسینیوار زندگی کنیم. با حسین زندگی زیباتر میشه. ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارین. بچه‌هایی که اصحاب رسانه هستن گوشه گوشه این صحنه‌های زیبا رو دارن به تصویر میکشن تا اگر قلبشون به درد اومد، اگر گوشه چشمشون لغزان شد اشکی، حتما ما رو از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارین و امیدواریم که زندگیتون سرشار از عشق حسین باشه. التماس دعا یا علی مدد. تن سردار و بی سری سخت است، غربت و بی برادری سخت است. خدا